به نام خداوند بخشنده و مهربان. همگرانی عزیز، پیش از همه نوروز را به یکایک شما تبریک میگویم. به همه اهل تالار و مهمانانی که از دور و نزدیک آمدید، از سراسر اروپا، بخصوص به مهمانانی که از کشورهای یا به نمایندگی از کشورهای دوست، از آلمان، از افغانستان دوست و برادر و میبینم از کشورهای دیگر هم اونجا مهمانان هستند. ایشان را خیر مقدم میگیم و جشن خودشان و بخصوص تبریکات خود و یکایک شما را، اهل تالار را، به مردم شریف تاجیکستان و همزبانان و همفرهنگان ما در سراسر دنیا، چه در افغانستان و ایران و چه در سرزمین‌های دیگر که جشن نوروز برایشان ارزش دارد، با آنها می‌رسانم و تبریکات همه را و مردم عزیزمون که در داخل کشور هستند، بخصوص به برادران و خواهران زندانی همون که در این روزهای بهار و جشن متاسفانه و مظلومانه در پس پنجره‌های زندان هستند، از نام یکایک شما آنها را هم تبریک میگویم. و همه این مهاجرین تاجیک که در سراسر دنیا پهن و پریشانند، الان که توسط شبکه‌های اینترنتی این جشن را با ما و شما همراه پیشواز میگیرند، سلام و درود و تبریکات همون را با آنها میرسانیم. دوستان عزیز، همچنان که برخی از شرکت کنندگان گفتند که نوروز یک جشن طبیعت است، جشن بشریت است، جشن زندگی است و حیات است. نوروز هیچ ربط به قوم، به ملت، به انسان و به دین و به فرهنگ خاصی ندارد. نوروز جشن تمام عالم است. بعضی از دوستان، بعضی از برادران گاه ها اشتباهاً، گاه ها از روی کم خواندن نوروز را مربوط به دین خاص می‌دهند، به ملت یا قوم خاص می‌دهند. حتی بعضی از دوستان هم با فتوا و حکم‌هایشان برگزاری این جشن را ناروا می‌دانند. من از یکایک برادران و دوستان خواهش می‌کنم که معلومات بیشتر جستجو کنند، مطالعه بیشتر درباره تاریخ نوروز داشته باشند قبل از آن که حکم کنند، زیرا نوروز هیچ ربطی به ادیان و دین‌های و قوم یا ملت ندارد. این جشن طبیعت است، جشن بیداری است، بخصوص برای ملت تاجیک در طول تاریخش همیشه در بین مرگ و زندگی بود. همیشه نجات یافتن از دشواری ها را جشن می‌گرفت و نوروز هم در روز بهار این به معنای رهیدن از دشواری ها، از سردی ها و از تاریکی ها است. ملت تاجیک بار دیگر در طول تاریخ در این چند سال اخیر به یک تاریکی گرفتار شد و خدا کنه که این نوروز، این جشن آغاز یک بیداری دیگر باشد. اگرچه جشن نوروز جشن بیداری طبیعت است، ما دعا میکنیم که پروردگار این جشن را جشن بیداری ملت تاجیک بگرداند. یاد از مشکلات و مصیبت ها نکنیم. خداوند ببخشد، جایش را جنت کند. مرگ نابهنگام یکی از مؤسسان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حاجی قلندر صدرالدین، در همین شب و روز راست آمد که این هم یکی از سنت‌های الهی است و این هم جزء طبیعتی است که پروردگار او را آفریده است. و در حق ایشان، در حق دیگر بزرگواران گذشتگان در این روز دعای خیر کنیم و همونطوری که از سنت‌های این جشن هست، باید تمام کینه و قدرت را در همین روز، در همین
نه به زبان، نه به آن طوری که مردم عادت کردن در جلسه‌های رسمی یکدیگر را با دل صافی و دل پاکی دعوت کنند، بلکه پیش از همه نزد پروردگار، نزد ملت دلها را باید صاف کرد و نزد هر کدام از شهروندان ملت تاجیک. من وقتی که در این راه می آمدم با این جشنواره به ما خبر رسید که حتی در همین عرفه جشن هم بسیاری از فرزندان برومند این ملت دشواری دارند و دشواری‌های خود را به مردم ارائه کردند، چون نوروز یک جشن صمیمیت است، جشن دلشادی و همت بلندی هست. من باور دارم که مردم مهاجر ولی همت بلند تاجیک که از مرحله دشوار گذشت و امروز الحمدلله ما و شما در اروپا با یک مرحله تازه و بیداری رسیدن امکانیت را داریم، نباید فراموش کنیم که در همین لحظه ها یکی از فرزندان برومند ملت تاجیک، هاشم گدا، که بهترین نقشه ها را در فرهنگ و در تئاتر تاجیک آفریده است، در این شب روز نوروزی دچار مشکلی باشد. من از همگان خواهش میکنم یک هدیه نوروزی به هاشم گدا همچون نماینده و رمز فرهنگ و تمدن تاجیکان و فارس زبانان که امروز تقریبا به سن 80 رسیده است ولی در حالت دشوار است، یک هدیه نوروزی از نام همه کرده باشیم که انشاءالله مقدارش رو بعدا اعلام خواهیم کرد. ولی من باور دارم که هر یک همت بلند تاجیک یک هدیه کوچک برای هاشم گدا خواهد داشت، در مجموع انشاءالله یک چیزی خوبه به دست خواهد آمد. بار دیگر دوستان عزیز یک و یک را تبریک میگم. بخصوص در آخر این جلسه میخواستم از میزبانان این جشنواره از ستادی که در نزد پیمان ملی تاجیکستان تشکیل کرده شد، از رهبریت آن بخصوص از برادر عزیز و گرامی‌مان ابوبکر نوری و همه دستاندرکاران ستاد از نام شما تشکر می‌کنم. واقعا یک جشن طبیعی، جشن اول نوروزی تاجیکان را در هجرت سامان دادند که کاری آسان نبود. این را کسی میفهمد که خودش مسئول باشد و این جشن نشان داد که ملت تاجیک مثل مرغ سمندر است. دیگران میخواهند که ما را نابود کنند، آتش بزنند، بسوزانند، ولی مرغ سمندر از خاکستر باز زنده می شود. دیگران میخواستند که ما و شما تنها مهاجر باشیم. دیگران میخواستند ما و شما یک قسم در زندان باشد، یک قسم دیگر در هجرت باشد، یک قسم دیگر در مشکلات زندگی باشد. اما ملت تاجیک مثل همان مرغ سمندر باز از درون خاکستر زنده شد بارها در تاریخ و امروز ما بار دیگر زنده شوی نوی ملت تاجیک را دیده ایستادیم که شما توانستید یک گوشه تاجیکستان را، گوشه تمدن بزرگ فارس زبان را در اروپا از نو احیا کنید. همه شما را مبارکباد میگم برای این بیداری و اشیاء. سلامت باشید.